عشق باید موچشو گرفت. بیچارمون کرده بیا را بیا دیگه. حالا الان میخوای ببریش خرید میدوه. ای بابا آقا بیچاره شدیم، بدبختمون کرد، از زندگی ما رو انداخت. ای بابا کیو میگم؟ همین دکتر هلاکویی رو. ای بابا که عکسش اگه داری بزنین، اگه کسی نمیشناسش بشناسش، خدای نکرده. حالا دست میزنی نمیدونی چه بلای سرتون رو برده که نمیدونی. آقا ما واسه خودمون مرد ایرانی بود و یه دنیا هر غلطی دلمون میخواست میکردیم. زود میرفتیم، دیر میومدیم، بانی میرفتیم، با اون میرفتیم، یه کلام میگفتیم حرف منه. این که من میگم تموم شد رفت کارش. همه از اون حساب میبردن. حالا از سر ایشون باید حرف همه رو گوش کنیم، حرف بچه رو گوش کنیم، حرف ننه رو گوش کنیم، حرف بابا رو گوش کنیم، خودمونم حرف نمیتونیم بزنیم. عجب. بله. حالا شما خودتو خیلی ناراحت نکن، واسه قلبت بده. ای بابا تو مملکت غربت شماها میدونیم با چه بدبختی بچه بزرگ کردیم که موقع مریضی و کوری عصای دستمون باشیم. الان چند هفته است بهش میگم پسرم آقا جون قربونت برم بیا منو ببر دکتر. میگه نمیتونم بیام، دارم میرم کنفرانس چی؟ کودک درون. میگم بیا فعلا یه فکری با من این بابای بیرونت بکن، اون وقت من یه پیدری از اون کودکی تو حالا تازه خبر نداری. چند روز پیش اومده بود میگفت میخواد از بیخ ببردش. ببره؟ چیو ببره؟ بند ناف روانی شد. بفرما بند ناف روانیش هم میخواد ببره. حالا اینا رو ول کن، میگن اون پسرم بی وفاست، علل خصوص که زنم بگیر. نه اینکه من با عروسم بد باشم، نه مادر شوهر جونش در میره واسه عروسش. اینو همه میدونن. بله شیطان رفته تو برنامه. فهمیدی عروسه چیکار کردی؟ رفته تو رادیوش. آره؟ تو برنامهش هرچی داشتیم و نداشتیم ریخته تو داریه. جان من. یک سوالایی ازش میپرسی اون بی حیام تند جواب. عزیز من چیکار میکرد؟ آبرومونو برد. خب تو که من نصف جون کردی بگو چی میگفت؟ چه میدونم؟ میپرسید اون رابطه چی تو اون چی تو چطوریه؟ اون بی حیا میگفت خوب خیلی خوب. بفرما همین دیگه زیر چشای پسر گل افتاده. آخه عزیز من دکتر عزیز، ما به رخت خواب و تخت خواب و رفت آمد مردم چی کار داریم؟ آخه به ما چه وقته و چند دفعه و چه جوریه؟ خب این حرفا رو میزنی اینام گوش میکنن، توقعشون میره بالا. اون وقت از من سر پیری توقعاتی دارن. خب من از کجا بیارم؟ ندارم، والا ندارم، بلا ندارم. خب حالا تو هم ندارم نداشتی. حالا این حرفا رو ول کن. فرد و فرد تا تقی به توخی میخوره نسخه طلاق میفکره که خانم شوهر تو طلاق بده که چیه؟ خیانت کرده. خب خیانت کنه، آقامونه، تاج سرمونه. از قدیم و ندیم گفتن 10 تا مرغ یه خروس. طبیعته. تازه مگه فقط مردان که خیانت میکنن؟ زنها خیانت میکنن. تو هم خیانت میکنی، منم خیانت میکنم.
میخوره همین دیگه. حالا این حرفا رو ول کن زن. من الان یه مدت رفتم تو کار این دکتر، میخوام ببینم ایشون این حرفای به این قشنگی که میزنه خودش بهش عمل میکنه یا نه. میخوام ببینم خودش تو خونش با پسراش و بچه هاش درست رفتار میکنه که فقط دونا گوش کنه منطقی حرف بزنه یا نه. یه مدت رفتم تو نقون پسر کوچیکه، اسمش چی بود؟ فریدشونو میگه. آره. آقا نم پس ندار. نه که روانشناسه، پدر و پسر پشت همون دارن. آره. ولی قربونش برم اون پسر بزرگه پر و پام. اون پر و پا نیست، پرهامشه. همون پرهام شیر پرهامش بگم کم گفتم. شنیدم فرار کرده رفته یه جایی قرار تمام اسرار پدرش رو فاش کنه. فرار کرده؟ کجا داره بره؟ میگن دکتر همه جا مأمور داره، جاسوس داره، میگیرن. نه این بار فرق میکنه، رفته یه جای امن، قرار هر آنم بفرستنش روی تلویزیون حرفاشو بشنویم. آقا تو رو خدا اگه ارتباطتون برقرار شده وصلش کنین به پرهام، بذارین حرفاشو بزنه، بذارین اسرار رو فاش کنه، بذارین همه بفهمن که پشت صحنه چه میگذره. حاضرین آقای کارگردان؟ پرهام اولاکویی هستم. الان جایی هستم که فکر میکنم امنم. از شما خیلی دور هستم ولی باید حقایق رو به شما بگم. من خیلی از شما میپرسید پدر شما واقعا چجور پدری هست؟ پدر خوبی بود؟ و همیشه جوابی که به شما دادم جوابی بود که به من گفتن باید بگم. باید واقعیت رو به شما بگم. دیگه نمیتونم تو خودم نگه دارم. مهمه که شما بدونید که واقعا چه اتفاقایی افتاده و ما چه کشیدیم. میدونم که این حرفا رو بزنم میتونم در خطر خواهد بود، ولی فکر میکنم جایی که هستم و من خیلی کمک کردن که از ماموران امنیتی رادیو همراه و دکتر اولاکویی پدرم دور هستم و ازشون میتونم یه امنیتی داشته باشم، ولی به شما واقعیت رو باید گفت. از اولش شروع میکنم. خودشه میریم گفتی جاسوس داره؟ الان که دارم فکرشو میکنم میگم این مرد چه مرد شریف، چه خدمتی به همه ما کرد. آقا ما رو آدممون کرد. بله خدا حفظش کنه. الهی آمین. تاج سرمونه، سایه سرمونه. خدا دکتر اولاکویی رو حفظ کنه. آمونه ما چه مرمونه این حرف بزن. حالا یکی هم اومده ما رو داره آدم میکنه، ما هم بگیم چرا؟ اصلا چی میگفتی نداشتی داشتی؟ نداشتی دیگه الان هم نداشتی. چشم تو بگیره بیا بریم